بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله و صلات و سلام علی رسول الله. سنت الهی این است که قبل از حادثه های بزرگ الله تعالی امت را به امتحان ها مبتلا میکند تا اینکه توسط این امتحان انسان حقیقی، مسلمان حقیقی از مسلمانی غیر حقیقی جدا کرده شود. مسلمانی که ایمانش، اخلاصش به الله تعالی هست و مسلمانی که امتحان وقتی که بالی سرش می آید خدا را فراموش میکند، پیامبر را فراموش میکند، دین خودش را فراموش میکند. بنابراین الله تعالی در ماه شعبان بعد از اون که قتال را برای مسلمان ها فرض کرد که گفتیم قبل از این اول قتال اذن بود، اجازت بود، بعد از مرحله اجازت به مرحله فرضی گذشت، باز دو عبادت بزرگ دیگری را الله تعالی برای امت فرض کرد: عبادت روزه و عبادت زکات. روزه را الله تعالی در قرآن گفت که یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ای آنهایی که ایمان آورده اید برای شما روزه فرض کرده شد آنچنانی که برای امتهای گذشته فرض شده بود. و با همین خیلی که ابن کثیر رحمت الله علیه میگویند روزه به 3 مرحله گذشته است. سخن ابن کثیر رو میخونیم که اینجا میگویند که به 3 مرحله گذشته است. یکمش این که مسلمان ها وقتی که مدینه آمدند هر ماه 3 روز روزه می داشتند. غیر از این روزه عاشورا رو می داشتند. بعد از این الله تعالی برای آنها روزه رو فرض گردانید و برای مقیم و انسانی که صحیح است، یعنی که سالم و بردم است، الله تعالی روزه رو فرض قرار داد و برای انسان مریض و برای انسان مسافر الله تعالی بعض استثنایی کرد که در کتاب‌های فقه اون رو دیدن ممکن است. دیوم عبادتی که فرض کرد این زکات است. در سال 2 هجری اینچنین زکات با نصابهایش فرض شد. گفته می شود که در مکه نیز زکات بود، همچون عبادت زکات وجود داشت، اما معیار معین نداشت، نصاب نداشت. هر چی که انسان می داشت اهمون می توانست که صدقه کند، اهمون زکاتش برآورد، لیکن مثلا گذشتن سال نصاب معین و در آن دیده نمی شد. لیکن این بار دیگر خیلی به ترتیب، خیلی به انتظام یک عبادت فرض شد که برای هر شخصی که صاحب نصاب است و مالش در دستش 1 سال هجری که 1 سال شرعی در دستش قرار دارد، برای او الله تعالی زکات را فرض گردانید. این 2 عبادت بزرگ بود. غیر از این دوستای عزیز در این ماه یک تحویل دیگری شد، یک تحولات دیگری به میان آمد که آن خیلی حیات مسلمان ها را و عموما حیات اهل مدینه را تأثیر جدی رسانید. آن هم باشد تحویل قبله هست. ما اشاره در درس گذشته و در درس های گذشته کرده بودیم به این مسئله، اما اینجا میخوایم کمتر در اطرافش صحبت کنیم که تحویل قبله چگونه بود. خب وقتی که مسلمان به مدینه آمدند رو به سوی بیت المقدس نماز میخوندند. ما گفتیم که پیامبر علیه السلام وقتی که مدینه وارد شدند با یهود از در مدارا وارد شدند، یعنی که تا روایت‌های هست که پیامبر علیه السلام برای مخالفت با اهل کتاب، مخالفت با اهل شرک و مشرکای مکه بعض نمود کارهایی رو میکردن که موافق به اهل کتاب بود. مثلا فرق سری که مثلا فرق میکردن سرشونه نمیگم که موافق با اونها بود. مثلا گرم روز عاشورایی می داشتند و اینچنین قبله که به بیت المقدس است. همین ها یک نمود میتونست که یهودا رو وادار کنه که تو اینکه میل به اسلام داشته باشند، چون که وقتی که پیامبر آمدن همچون یک میراثخور دیگر پیامبر آمدن. یعنی که اینجا وقتی به بیت المقدس نماز خوندن گویا که این که از میراثخور سلیمانند، میراثخور موسی علیه السلام هستند. خب شاید که احتمال زیاد یهودا رو این چیز وادار میکرد تا اینکه به اسلام گروند یا اینکه به اسلام میل کنند، اما نتیجه عکسی داد و اونها برعکس میفخردن، میگفتن که این پیغمبر است که به قبله ما نماز میخواند، این پیغمبر اینو اون است و با این چیزها در دل مسلمانان شک و شبهه میانداختند و بعد از تحویل قبله نیز بازم شبهه خود، دسیسه خود، نیرنگ خود را ادامه دادند. و الله تعالی در قرآن میگه که سیقول السفهاء من الناس ما والله عن قبلتهم التي عليها. سفها احمق، بعضی مردم احمق، اینجا گفتن بعضی یهود در نظر دارد، بعضی گفتن که مشرکای مکه رو در نظر دارد. چی شده که آنها از قبله خود دست کشیدند و به دیگر قبله روی آوردند؟ ما اینجا با تفسیر طاهر ابن عاشور رو می‌آوریم برادرها که خیلی جمله های زیبایی در اطراف این مسئله
برای ما بازگو میکند. طاهر ابن عاشور میگه که پیامبر وقتی که بیت المقدس رو استقبال میکردن در نماز خودشون روی مسای بیت المقدس میوردن، یک نمود قطع کردن معذرت یا اینکه عذر آوری به عذر آوری یهودا بود، چون که اینجا یعنی که ما در یک قبله نماز خوندیم، مثلا قبله ما یک هست و خیلی گفتم شاید که اونها به اسلام روی میآورن و شاید که اونها ملائم میشدن و به سوی پیامبر باز میگشتن. خب و الله تعالی وقتی که یهودا اصرارشون پافشاریشون در این یک رویشون در این چیز دید، الله تعالی در قرآن گفت که ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یعنی که اونها با این ملائم نمیشوند. یعنی این آیات ها را اگر ما از آیات های پیشین به وقتی که به آیت سیقول السفهاء نظر میکنیم، یک دو صحیفه سه صحیفه پیشترش بریم الله تعالی وصف یهود رو میکند اونجا و از جمله میگه طاهر ابن عاشور میگه که ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى اومدنش اینم اشاره به قبله است که این کاری که شما میکنید مقصد به یک قبله به اونها نماز میخونید اونها رو هیچ ملائم نمیکنه، اونها راضی نمیشن تا اینکه دین اونها رو با پررگی پیروی نکنید. این اشاره بود از امام طاهر ابن عاشور. و اینچنین امام طاهر ابن عاشور میگه که الله تعالی وقتی که درباره تحویل قبله گپ زد با اون اشاره کرد که اهل کتاب یهود و نصارا سزاوار آن نیستند که میراثخوار ابراهیم علیه السلام باشند، گرچه که اونها دعوا داشتن که ابراهیم پدر ما است، ابراهیم این است، ما پیرو ابراهیم هستیم. و الله تعالی در قرآن اولا گفت که ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، ابراهیم نصرانی نبود، ابراهیم یهودی نبود، بلکه یک یکتاپرستی مسلمان بود. با همین الله تعالی گفت که شما سزاواری نه نام ابراهیم دارید و نه سزاوار قبله ابراهیم را دارد، بلکه سزاوار ابراهیم، نام ابراهیم و قبله ابراهیم آنهایی هستند که در حقیقت ابراهیم علیه السلام را پیروی میکنند. خب این بود بعضی از مسائلی که مربوط به قبله است و بعضی علمای دیگر حکمتی از تحویل قبله برای نقل میکنند که در حقیقت عجایب است. میگوید که و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول من ينقلب على عقبيه. میگه که ما این قبله را مثلا همون قبله اولی که شما داشتید در اطراف همون صحبت میکند. میگه که عرب در دلش تعظیم کعبه وجود داشت، کعبه را بسیار حرمت میکرد، بسیار احترام میکرد و عنوانی بزرگی و بزرگمنشی قوم خود میشناخت، کعبه را به همین عنوان میشناخت. میگه عرب وقتی که اسلام آمد و خواست که دل مردم خالصانه فقط به سوی خدا باشد، مخلص به سوی الله تعالی باشد و از دیگر نمود تعظیم هایی که از جاهلیت به خود میراث گرفتند دور باشد و این چنین یعنی که یک رویش الهی را پیش گیرند. برای همین گفت اسلام آمد در اول قبله را به بیت المقدس قرار داد تا اینکه این مسلمان های نوی که از مکه آمدند و که به مدینه آمدند اونها در دلشان یک نمود گویم که ما اهل مکه هستیم، اهل بیت الله هستیم، اینو اون هستیم، همون بیت الله باید قبله ما باشد، سزاوار عبادت باشد، برای اینکه از دل همین چیز ریشه کرده شود. چون که اون وقتی که اونها در اونجا زندگی میکنن کعبه و اینکه بیت الله اطرافش با بت‌ها و با تندیس‌ها مدنس شده بود، یعنی که به سبب اون که در اطراف اون غیر خدا عبادت میشد دیگر قداست اون مکان رو مشوش میکرد. بنابراین الله تعالی خواست که اول اونها رو چی تعلیم دهد؟ تعلیم دهد که دل از اون مکان کنن. بعد از اون به اونها معرف کرد که این مکانی است که ابراهیم علیه السلام اون را ساختگی است، این مکانی پاک است، گرچه که مشرک ها با گذشت زمان دین ابراهیم را تحریف کردند و بدعت و خرافات های زیادی را به اون اضافه کردند. بعد اینکه این از دل اونها کنده شد، بعد از الله تعالی باز اونها را به سوی مکه گرداند تا اینکه اول همون چه خیلی گفتیم خرافات و بدعت های جاهلی که در دلشون بود اول اونو کنده گیرد، بعد از اون مکان خالص و قداست و مقدس بودن مکه رو در دل اونها الله تعالی جا کرد. یعنی میتونیم بگیم که عقیده اسلامی هیچگاه شرک رو قبول نمیکنه، شعار غیر از شعار اسلام رو قبول نمیکند، عقیده اسلام رو قبول نمیکند و یگان چنگ و غبار از چنگ و غبارهای جاهلیت را قبول ندارد. بنابراین اومد و اونها را از اون قبله
به قبله حقیقی بعد از خیلی گفتم شستشو کردن عقل آنها از خرافات و بدعت های جاهلیت آن را باز به سوی مکه بازگرداند که پیامبر علیه السلام خیلی دوست می‌داشتند که قبلشون به سوی مکه باشد. البته این یک امتحان وزنی بود. الله تعالی میگه که و ان کانت لکبیره الا علی الذین هدى الله. این الله تعالی هدف خودش را گفت، یعنی که ما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم، تو اینکه دانیم که کی در حقیقت پیرو است، کی در حقیقت پیروی ندارد و کی در حقیقت پیروی دارد. خب گفتم این حادثه های بزرگ بود، این حادثه های بود که این امتحان های بود که مسلمان ها را به حادثه بزرگ آماده میکرد و این حادثه بزرگ غزوه بدر است که خداوند آن را روز فرقان نامیده است. گفتم که وضع داخلی مدینه خیلی تشویش آور بود. از داخل یهودا بودن، از اطراف قبیله هایی بودن که چپاولگر بودن و شریعت اسلام هیچگاه به آنها سازگار نبود و آنها را این شریعت معقول نبود، چون که دست و پای آنها را میبست، آنها را از چپاولگری منع میکرد، از رهزنی منع میکرد، از مال چشم دوختن به مال غیر منع میکرد و آنها را فرصتی را میگفتند تا اینکه این دین را ریشه‌کن کنند. یعنی که هر وقت احتمال داشت که اونها پیمان با یهودا داشته باشن، پیمان با مشرکای مکه داشته باشن، پیمان با دیگر قبیله هایی که دشمن اسلام بود و دشمن این دولت جهان بود، میتونستن که پیمان بندن و مدینه را از بین برن. روز 17 رمضان، 17 رمضان این روز جنگ بدر است. 17 رمضان این روزی است که توازن و بالانس قوه ها را در جهان الی الابد دیگر کرد. مثلا یک حادثه در حقیقت نظرناگری هست، لیکن پیامدهایش خیلی پیامدهای تکان دهنده برای عالمی ها شد. اون زمان مثلا فارس ها تقریبا به 2 میلیون نزدیک لشکر داشتند، رومی ها نیز به همین قدر نزدیک داشتند. جنگ های بین آنها میگذشت، ده ها شاید صدها جنگ ها بین آنها شده گذشته بود در طول چند صد سال نفوذ طلبی این دو دولت. لیکن یگان جنگ آنها جنگی تأثیر بخش، اینکه تقدیر جهانی را دیگه کند در بین آنها دیده نشده است. اگر مثلا نظام جنگ بدر گیریم برای تحلیلگری عسکری، یک محلل حربی مثلا پیشکش کنیم که همین جنگ چی میگه، شاید که وقتی این جنگ ببینه که یک طرف 313 14 نفر انسان، یک طرف دیگر 1000 نفر انسان، میگه یک کشمکش داخلی قبیلوی هست. یعنی که دو قبیله به هم جنگ دارن یا دو گروه جنایتی به هم جنگ دارن و به سبب یگان چیزی که بینشون از تقسیم کردن نتونستن. شاید محلل همین خیلی تحلیل کنه. این یک خطری هیچ ممکن نیست که یک جنگی که 300 نفر علیه 1000 نفر کردن سیاست عالمی رو تغییر داد، جغرافیا رو، خریطه های دولت ها رو تغییر داد، این هیچ ممکن نیست. اما وقتی تحلیل عمیق میکنیم در حقیقت این میبینیم مسلمانان رو وقتی که در بدر مثلا این امت برآمد، یا امت برآمد که تماما چهره نو داشت و امت برآمد که آرزو داشت، عقیده داشت، هدف داشت، نیت داشت. امت برآمد که چهره جهان رو، چهره عالم رو دیگر کرد. مثلا بعد از 11 سال من جنگ بدر الکی مسلمان ها در قدم به آستانه فارس موندن، دولت فارس، و قدم به آستانه دولت بیزنطه موندن. یعنی بعد از 11 سال همین جنگی که شاید خیلی گفتیم به نظر دیگر جنگ بین دو قبیله بود، دیگر یک طرف غالب، بعد از 11 سال تونست که امپری اون زمان، دولت های ابرقدرت اون زمان رو به چالش کشد. بنابراین الله تعالی این جنگ را جنگ فرقان نامید. یوم الفرقان، یوم التقى الجمعان. یعنی برای چی روز فرقان؟ برای اینکه بین حق و باطل فیصله گذاشت. این نبرد رو چی بزرگ کرد؟ مثلا موقع جغرافیاییش، یا اون نوع سلاحایی که استفاده می‌بردند، یا تاکتیک هایی که مثلا پیامبر استفاده بردن یا مشرکان استفاده بردن. نه، جنگ رو چیز بزرگ کرد. این همون ابرمردهایی بودن که همون 313 یا 314 یا 317 در بعضی روایت ها ابرمردهایی بودن که همین ها جنگ بزرگ کردن. این نبرد را نبرد بزرگ به جهانیان معرفی کردن که تأثیر عمیق آن تا حال همه روزه در سیاست امروزی جهان، در اقتصاد جهان و در اجتماعیات جهان دیده می شود. برای چی این جنگ اینقدر تاثیرش بزرگ بود؟ برای چی این نبرد تاثیر بزرگ داشت؟ برای اینکه از یک طرف فرشته ها فرامدن به کمک مسلمان ها، از طرف دیگر شیطان آمد پیروای خودش وسوسه کرد، پیروای خودش آرزو داد، به آنها امید داد، آنها را وسوسه کرد و در آخر شکست خورد در مقابل این ابرمردها. ما انشاءالله درباره این ابرمردها در حلقه آینده صحبت خواهیم کرد
تا اینجا دیگر شما رو خداحافظی میکنیم. الله تعالی شما رو در پناه اسمتش نگه دارد. و السلام علیکم و رحمت الله.